کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان. و در این برنامه که منبری است آزاد، در خدمت شما عزیزان می توانید زنگ بزنید و دلگفته‌های خودتون رو با ما و با بینندگان عزیز و گرامی در این برنامه در میان بگذارید. انشاءالله در طول برنامه تماس‌های شما عزیزان را خواهیم داشت و بعضی از سوالاتی که عزیزان ما فرستادن انشاءالله در خدمت شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. عزیزان سعی کنن بیشتر در مورد مسائل شبهاتی که دشمنان اسلام و دشمنان دین مطرح میکنن در این برنامه صحبت بکنن و دلگفته‌های خودشون رو یا حرفایی که دارن میخوان به گوش بینندگان عزیز برسانن، میتوانن از این منبر استفاده بکنن. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک عزیزانی که همکنون از طریق یوتیوب برنامه با ما همراه هستن. دوستان عزیز و بزرگواری که سلام نوشتن، خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی حفظتان بکند و در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزی تماس گرفته بود که البته شماره تلفن برنامه رو دوستان زیرنویس کردن. امیدوار هستم که کارگردان عزیز برنامه تلفن رو یک بار چک بکنن که تماس‌های عزیزان رو برای تماس‌ها رو داریم و امیدوار هستیم که ان شاء الله در طول برنامه مشکلی نداشته باشیم. عزیزی پیامی فرستاده بودم برای من که شما در یکی از برنامه‌ها در مورد اینکه دوست انسان چگونه باشد صحبت کرده بودید. البته عزیزان زحمت کشیده بودن این رو به شکل کلیپی جداگانه هم پخش کرده بودن که در اون صحبت ها گفته بودم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قاعده کلی رو در دوستی و در روابط اجتماعی برای ما بیان میکنن که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا التقی. دوست عزیزی تماس گرفته بود که اگر اینطوری باشد خب زندگی خیلی مشکل می شود، دشوار می شود برای ما که چگونه ما دنبال کسانی بگردیم که هم مؤمن باشند و هم متقی باشند و فقط اونا رو خونهمون دعوت بکنیم، مثلا مهمانشان بکنیم، فقط همراه این گونه انسان ها دوستی بکنیم. پس در این زمانه از کجا پیدا کنیم این گونه دوست ها رو؟ این از یک طرف. و بعضی از دوستان برداشت اشتباه کرده بودن، کامنت گذاشته بودن، پیام فرستاده بودن که خب
شما اینطوری میایید مثلا مردم را از دعوت باز می‌دارید. حالا اگر ما با آدمای خراب، با آدمای بد اگر دوستی و رفاقت نکنیم، چطور اونها رو اصلاح کنیم، چطور اونها رو دعوت بکنیم؟ ببینید هر دو گروه صحبت من رو یعنی بگم اشتباه فهمیدن. این که ما میگیم که لا تصاحب الا مؤمنا، یعنی دوست صمیمی نباش، دوستی که تو به او اعتماد میکنی و اسرارت رو با او در میان میگذاری، مگر اینکه مؤمن باشد. حالا دلایلش هم انشاءالله به شکل تفصیلی در این برنامه صحبت میکنم. و اینکه این کار آیا سبب میشه که ما بس با مردم که دوستی نکنیم، رفت آمد نکنیم، چطور دعوت بکنیم؟ ببینید اگر که دوستی و آشنایی با یک نفر، رفت آمد با یک نفر به نیت هدایت او باشد، دعوت او باشد، نه تنها جایز است بلکه این عبادت است. دین ما این را امر میکنه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. وقتی که ما با یک نفر سلام علیک نکنیم، نشست و برخاست نکنیم، چطور میتوانیم او را برای دین یا برای اسلام دعوت بکنیم؟ اما ببینید در روابط اجتماعی ما در زندگی، اون اصلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا التقی، دوستی نکن مگر با مؤمن و به خانه خود مهمان نکن مگر انسان متقی را. در زندگی، در دوستی، در رابطه اجتماعی، از دیدگاه دین، از دیدگاه اخلاق دینی، ما به 4-5 شی نیاز داریم. اولا به این نیاز داریم که وقتی که ما یک کسی رفت آمد میکنیم، او به کمک ما نیاز خواهد داشت روزی از روزها و ما به کمک او نیاز خواهیم داشت. و این انسانی که در روز سختی و مشکلات به داد تو میرسد، به تو کمک میکند، به تو یاری میکند، این فقط یک انسان مؤمن و مسلمان این کار رو میکند. اکثرا این رو دیده باشید که وقتی که شما در یک مشکلات و سختی ها قرار میگیرید، همه از شما فرار میکنن. حتی همونی که دوستش هست، رفیقش هستی و خیلی هم همیشه میگه که هر موقعی گرفتار بودی میتونید از من درخواست کمک بکنی یا به قول افغانا سر من صدا بکنی، اما وقتی که دچار مشکلات و سختی ها شدید تلفنت هم جواب نمیده. الله سبحانه و تعالی به موسی علیه السلام میگه که سنشد عضدک به اخیک، ما تو را، بازوی تو را توسط برادرت چیکار میکنیم؟ استوار میکنیم یا قوی میکنیم. به این معنی که دوست خوب، برادر مسلمان خوب، ولو اینکه از پدر و مادر ما نباشد، برادر مسلمان ما باشد، در انگام سختی ها و مشکلات به ما کمک میکنند. این رسم اخوت و برادری اسلامی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری میفرمایند که مثال مؤمن مانند یک جسد است. اذا اشتكى منه عضو، اگر که یک عضوی از اعضای او شکایتی بکند، بقیه اعضا چی میکنن؟ با او همراهی میکنن به السحر و الحمى، یعنی با کمخوابی و با تب چیکار میکنن؟ او را همراهی میکنن. به این معنی است که همه مسلمانان با هم برادر و خواهر مسلمان هستند و در انگام سختی ها و مشکلات باید مثل یک بازوی استوار در کنار همدیگر قرار بگیرن، نه اینکه از زیر بار مشکلات و سختی های اونها شانه خالی بکنن و اونها رو فراموش بکنن. دیگر اینکه همدلی و دلداری است. یک دوست خوب باید همدل و دلدار انسان باشد. اگر همدلی و دلداری نباشد، در انگام سختی و مشکلات در کنار تو نباشد، در انگام سختی ها و مشکلات تو رو دلداری ندهد، این دلداری دادن خیلی مهم است. یک برادر مسلمانتان در یک مشکل و سختی گرفتار است، شما میرید با 4 کلمه گپ اصلا حالش رو دگرگون میکنید. الله متعال در قرآن کریم میفرماید لا تحزن ان الله معنا. یک دوست به دوست دیگرش میگوید در موقعی که در غار هستند،
مار در داخل غار از یک طرف، مشرکین در دم در فقط به پیش پای خودشون نگاه بکنن ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در غار میبینن. همه مکه برآمدن که اینها رو دستگیر بکنن. برای سر هر کدامشان 200 تا شتر جایزه تعیین شده. در اینجا یک دوست خوب رسول الله صلی الله علیه و سلم به دوست خوبش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ لا تحزن ان الله معنا. ای ابوبکر اندوهگین مباش، خدا با ماست، الله با ماست. این دوست خوب در اون موقع سختی به جان خودش فکر نمیکنه، دوستش رو دلداری میده. به این میگن همدلی، به این میگن دلداری، به این میگن دوستی واقعی. دوستی و محبت، روابط اجتماعی که بر اساس دین و شریعت باشد به انسان آرامش میده، به انسان آرامش میده، به انسان راحتی میده. الله سبحانه و تعالی میفرماد که و جعل بینکم مودة و رحمه، در بین شما مودت رو قرار دادیم. مودت یعنی چی؟ یعنی عشق، صفا، صمیمیت، محبت بیش از حد و رحمتی که از طرف الله سبحانه و تعالی وقتی که دو دوست هم دیگر را دوست می داشته باشن. گرچه این آیه در مورد زن و شوهر است. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه، اما این قسمت مودت و رحمت یک چیز عام هست در بین همه روابط اجتماعی که بر اساس دین و شریعت باشد. الله سبحانه و تعالی این را قرار داده. انسان در کنار دوست صمیمی و دیندار و با تقوای خود احساس آرامش میده. یعنی مشکلات سختی ها بیاد به تو دلداری میده، در کنارت میسته، جزی از غم و اندوه تو رو بر میداره، تو رو به صبر تشویق میکنه، نیاز داشته باشی از هیچ کمک مادی و معنوی دریغ نمیکنه. همچنین دلسوزی است. دلسوزی، دل یک مسلمان، یک برادر مسلمان به حال برادر مسلمان خودش میسوزه. دل یک خواهر و برادر مسلمان به حال همدیگرشون میسوزه. امروز ما مثلا در فرسنگ ها دور، کیلومترها دور از فلسطین هستیم، اما با غم اون مردم غمگین میشویم، با اندوه اونها اندوهگین میشویم، زیرا الله سبحانه و تعالی یک اصلی از روابط اجتماعی و محبت و صفا و صمیمیت رو در بین مسلمان ها، بین برادران و خواهران مسلمان قرار داده است. و این است که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین و مؤمنات یعنی زنان و مردان مؤمن دوست و برادر و به اصطلاح صمیمی یک دیگر هستند. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، هم دیگر رو به اعمال خوب و شایسته امر میکنن و هم دیگر رو از اعمال بد و ناشایسته باز میدارن. دوست خوب هیچ وقت با تو مجامله نمی کند که بالا تو بگی بیا بریم شراب بخوریم، بگه که بیا بریم، نمیگه، میگه نخیر برادر کجایی تو؟ الله سبحانه و تعالی شراب، من تو رو دوست دارم، من نمیخوام تو در عذاب دوزخ بسوزیم، نمیخوام تو عذاب بکشی، نمیخوام تو رنج بکشی. پس او را از گناه و معصیت باز می‌دارد. امر به معروف و نهی از منکر یک از واجباتی است که مسلمان ها در بین خود انجام میدهند. پس کمک و همکاری با یکدیگر، همدلی و دلداری با یکدیگر، آرامش و راحتی که در این روابط دینی و صفا و صمیمیت اسلامی وجود دارد و عشق و محبت و دلسوزی که وجود دارد، اینها صفات و ویژگی هایی است که تنها اون دوست متقی و پرهیزگار میتواند برای تو این جو رو ایجاد بکند. خواستم این موضوع رو کمی توضیح بدم خدمت عزیزان، چرا بعضی دوستان تماس گرفته بودن که با این تعریفی که شما کردی دیگه باید تو خونه بشینیم، با هیچ کس رفت آمد نکنیم. اما وظیفه من و تو این است که همچین دوستانی ایجاد بکنیم در جامعه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از انسانهایی که دخترانشان را زنده به گور میکردن کسانی ساخت که صبح و شام پیشانی دخترانشان را میبوسیدن. هست کسانی که همسرانشون رو مانند یک متاع خرید و فروش میکردن. کسانی ساخت که
در مقابل اونها چنان غیرتی نشان بدن که در تاریخ بشر مثل و مانند نداشته باشه. از ملتی که در کشتن و بستن و خوردن مال همدیگر و دزدی و هزار یک گناه، اینها سرآمد همه بودن. ملتی ساخت که سراسر رحمت، شفقت، مروت، اخلاق. امروز الگوهای اخلاق برای ما کیا هستن؟ یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، همونایی که تاریخچه‌شون رو ببینید 10 سال پیش، 20 سال پیش از بعثت، اینها چه انسانهایی بودن در بین مشرکین؟ الا تعداد معدودی انگشت شماری که حتی در زمان شرک هم انسانهای خوب بودن، بقیه یعنی گرفتار بودن در اون جامعه‌ای که همه تقریبا به این مصیبت‌ها آغشته بود. اما همینا شدن الگو و نمونه برای ما. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر که انسان‌ها تا روز قیامت به مثل شما ای اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورن، راهیاب شدن. چگونه اینها در ظرف 23 سال در مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم 180 درجه تغییر کردند. اخلاقشون، رفتارشون، کردارشون، پندارشون، همه زندگیشون عوض شد. بریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطف کنن شماره برنامه رو حفظ بکنن به اسم ندا تیوی یا ندای حق در واتساپشون. بعد از اون خیلی راحت میتونن به برنامه تماس بگیرن و انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بیننده عزیز ما از افغانستان. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدام خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید. بله بله صدا شما هست، بفرمایید. خیلی ممنون ساجان، با تشکر زیاد. خیلی وقت تلاش کردم که با شما هم کلام شدم، بالاخره این فرصت میسر شد. الله متعال احسان کنه. تشکر. ساجان هرچند موضوع سوال زیاد است ولی یک سوال خیلی مهم بر شما داشتم اگر لطف میکردین. بفرمایید. در رابطه با یزی که انسان هر اعمالی که چه خوب باشه چه بد انجام بده از طرف الله مبارک تعالی نوشته میشه. بیشک وقتی که انسان اعمال بدی که انجام میده به خاطر از او توبه بکنه و دوباره مرتکب او اعمال نشوه، آیا همون اعمال بدی که مرتکب شده به خاطر از او هم چنان نوشته هم شده همون از اعمال نامه از او برطرف میشه یا محو میشه، یا اینکه در روز قیامت از او سوال صورت میگیره؟ در قبال پیرامون از این موضوع یک راهنمایی بکردین استاد جان. بسیار خوب. ببینید در این مورد الله سبحانه و تعالی در مورد کسانی که یک بار گناه میکنن و باز توبه میکنن، در مورد اونها در قرآن کریم یک آیه بسیار جالبی رو برای ما بیان میکند. میفرماید که در آیه اول در سوره بقره است: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب علیهم. کسانی که توبه کردن، اصلاح شدن، الله سبحانه و تعالی توبه آنها را میپذیرد. یعنی چی؟ یعنی گناهانشان مغفرت می شود. و همچنین در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی، من این را هم برای شما آیه رو بیارم. بله، سوره فرقان آیه 70 الله سبحانه و تعالی در اینجا می فرماید که کسانی که گناه می کنند والذین لا يدعون مع الله الها آخر، کسانی که به امرای الله سبحانه و تعالی الهی دیگری را نمی پرستند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی را نمی کشند. یعنی ولا یزنون، زنا نمی کنند.
و من یفعل ذلك یلقى اثاما. کسی که این کار را انجام بده چی کار می شود؟ مجازات گناه خود را خواهد دید. یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا. کسی که زنا بکند، گناه بکند، قتل بکند، گناه کبیره بکند، عذابش زیاد می شود. در روز قیامت جاودان در عذاب می ماند و در اونجا با خفت و زاری. ادامه آیه خیلی جالب است. الا من تاب و آمن و عمل صالحا. الا کسی که توبه کرد، ایمان آورد، عمل صالح انجام داد. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینها کسایی هستند که الله متعال همان گناهایی را که کرده بودند قبل از توبه کردن، بعد از اینکه توبه کردن و اصلاح شدن، همه او گناهانشان را تبدیل می کند به نیکی ها. یعنی 1000 گناه کرده بود، توبه کرد، اصلاح شد، آدم خوب شد، الله متعال به جای 1000 تا گناه 1000 تا ثواب برای او در نامه اعمالش می نویسد. و کان الله غفورا رحیما. چون که الله متعال چی است؟ توبه پذیر، مهربان است. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. کسی که توبه می کند و عمل صالح انجام می دهد، پس بیگمان بدون شک او به سوی الله سبحانه و تعالی بازگشت می کند بدون اینکه برای او هیچ گناهی ثبت شده باشد. خیلی ممنون استاد جان، خیلی ممنون. سلامت استاد باشید. جان، یک موضوع دیگه، آدم مثلا یک بار گناه میکنه، توبه میکنه، بعد از چند مدتی میگذره دوباره به مو توبه خود استقامت کرده نمیتونه، بار دیگه گناه میکنه، بار دیگه توبه میکنه، به همین منوال چندین ها بار تکرار میشود. ولی موضوع از اینجاست که آیا توبه ای که بار اول کرده ولی استقامت کرده نتونسته، بار دیگر مرتکب گناه شده، اثر از امو توبه چه میشه؟ واقعی میباشه یا اینکه امو توبه از هیچ در نظر گرفته نمیشه؟ چرا همین استاد جان؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر شما گناه نمی کردید، الله سبحانه و تعالی شما را از بین میبرد، امت دیگری را می آورد که گناه بکنن، توبه بکنن، گناه بکنن، توبه بکنن. این به معنی نیست که انسان مسخره بازی در بیارد، خدا را به تمسخر بگیرد، هر روز توبه بکند بعد گناه بکند. این طبیعت بشر است. طبیعت انسان است که گاهی اوقات نمیتواند استقامت بکند، گاهی اوقات نمیتواند بر اون عهد و پیمانی که با الله بسته ایستاده شود. طبیعت بشر اینطوری است. از شیطان یجری من آدم مجرى الدم. شیطان که است مانند خون در رگهای انسان در حرکت است. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خطاب به کسانی که گناه کردن، توبه کردن، گناه کردن، توبه کردن. ببینید الله متعال چیکار میکنه. شما یک گناهی رو مرتکب شدید، آمدید توبه کردید، دفتر شما رو پاک کرد، یک دفتر جدید باز کرد. توبه کردید، آدم خوب شدید، مدتی آدم خوب بودید، باز یک گناهی انجام دادید، برای شما یک گناه نوشته شد، توبه کردید، الله متعال پس پاکش میکنه و الله متعال از این توبه شما خسته نمیشه تا اینکه خودتان خسته نشوید. الله متعال میفرماید که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. بگو ای بندگان من که گناه کردید و در گناه اسراف کردید. اسراف در گناه یعنی چی؟ یک نفر زنا کرده، یک بار زنا کرده، یکی 1000 بار زنا کرده. 1000 بار زنا کردن یعنی چی؟ اسراف کردن در گناه. یکی مثلا یک بار غیبت کرده، یکی مثلا اومده 1000 بار غیبت کرده. یعنی همین گناه ها رو انقدر زیاد انجام داده که اسراف شد. مثلا ما میگیم با 1 لیتر آب میشه وضو گرفت، یک نفر آمد 100 لیتر آب استفاده کرد برای وضو کردن، میگیم این آدم اسراف کرده. الله متعال میگه بگو به او بندگان من که ناامید شده اند، بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ای بندگانی که در گناه خود اسراف کردید، لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت الله ناامید نشوید. بزرگترین گناه این است که انسان از رحمت الله ناامید شود. بزرگترین گناه این است که انسان بگوید که خدا مرا نمیبخشد. شما به اندازه کره زمینم با گناه بیایید در پیش خداوند، یک توبه بکنید، یک سر به سجده بگذارید، 2 رکعت نماز در نیمه شب بخوانید، یا الله بگید گناهان من را ببخش. کیست که بین شما و الله قرار بگیرد؟
کیست که بیاید و بگوید که الله گناه شما را نمی بخشد؟ چی میگه الله متعال؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله متعال همه گناهان را می بخشد. الله متعال چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث قدسی میگه که اگر همه کره زمین مثل یک مرد باشن، همه مسلمان بشن، همه مؤمن بشن، از ملک خداوند چیزی زیاد نمیشه. اگر همه کره زمین کافر شوند، از ملک الله چیزی کم نمیشه. الله سبحانه و تعالی این کتاب رو فرستاده. ببین برادر عزیز، از بین همه این موجودات، شما شاید با علم و تکنولوژی آشنا باشید، این کره زمین در بین کهکشان هایی که ما میشناسیم، باور کنید مثل یک ریگی است که شما در بیابان های دنیا انداخته باشید، مثل یک قطره آبی است که در اقیانوس هند انداخته باشید، اصلا چیزی نیست. از او بالای 7 آسمان این خدای مهربان میاد ما تو را خطاب قرار میده، میگه ای بنده من، ای بنده من، میگه به سوی من برگرد، توبه بکن. ببینید چه نعمت بزرگی است، چه پروردگار مهربانی داریم که میگه هر چقدر که گناه کردی ناامید نشو، همه گناهان تو را من میبخشم. خیلی ممنون سلطان، خیلی سلامت ممنون باشید. که فرصت ماندید به ما این برنامه را راه اندازی کردین. استاد جان، این برنامه هر هفته روزهای جمعه برگزار میشه یا که هر روز هم برگزار میشه؟ هر هفته روز جمعه در همین ساعت انشاءالله. خیلی ممنون. ما زیاد وقت رو نمیگیریم، چند موضوع سوالات زیاد است، انشالله در برنامه های بعدی انشالله زنده بودیم تماس میگیریم. سلامت خیلی باشید. ممنون. خواهش میکنم. خداحافظ شما. تشکر. تشکر از این برادر عزیز و بزرگوار. بیننده عزیز از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، در اول اینکه شما رو به خاطر الله دوست دارم. احبک الذی احببتنی فیه. بعد دو تا سوال داشتم خواستم بپرسم. بفرمایید. استاد، این موسیقیایی که تو نعتیه و چیزای اسلامی استفاده میکنن، میخواستم بپرسم حکمش چیه؟ مثلا مثل سامی یوسف و مثل ماهرزین و بعد یکی این سوالم. دوم اینکه این موسیقیایی که تو تالارا و عروسی و کلن میخواستم ببینم در مورد اینا صحبت کنید، ببینم حکمش چیه، حکمتش چیه که اینا حرام شده. بعد دیگه اگه توضیح بدید من میشه. درست باشه، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. سلام علیکم و رحمت الله. حیاکم الله. ببینید برادر عزیز و بزرگوار، غیر از دف که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عروسیا و در روزهای عید، موسیقی که فقط حالا موسیقی اسمش رو نگذاریم، دف، استفاده از دف رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث جایز دانستن. بعضی از علما و دعوتگران فکر کردن که در اون زمان فقط دف بوده، به خاطر همین پیامبر گفته که حالا امکانات زمان ما همین است، دف است، بیایید دف بزنید. در اون زمان اگر مثلا بقیه آلات موسیقی هم می بود پیامبر اجازه میداد؟ نه خیر، در اون موقع بقیه آلات موسیقی هم بود، حالا به شکل امروزش مثلا پیانو و نمیدونم گیتار و این چیزا نبود، منتها بقیه انواع موسیقی بود که استفاده میشد. مثلا در جنگ ها طبل استفاده میکردن، نی استفاده میکردن، دوتار و ستار و گیتار و این چیزایی که به اصطلاح هنوزم در بعضی از جوامع استفاده میشه، خاصا در افغانستان و تاجیکستان در موسیقی های محلی استفاده میشه. اینا در اون زمان بود، اما هرگز نه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و نه در زمان صحابه و تابعین کسی از این آلات استفاده نکرده در هیچ یک از مناسباتی که وجود داشته و هیچ کس از صحابه و تابعین هم اینا رو جایز ندانسته. ما مناسبت های زیادی از عروسی ها بوده، خوشحالی ها بوده، پیروزی ها بوده، اعیاد بوده، اما در هیچ کدامش آلات موسیقی استفاده نشده. در هیچ کدام از اینها سرودها و به اصطلاح خواندن‌های آهنگ‌های این عجق بجقی که امروز مردم میخوانن، چارباغ بالا و چارباغ پایین و من تو رو دیدم و تو منو دیدی، من تو رو ندیدم تو هم کسی رو ندیدی، این چیزا نبود در اون موقع.
در یک محفلی بود، دختران کوچیک انصار داشتن شعری می‌خواندن در وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم، در عروسی داشتن می‌خوندن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدن، یک شعری هم برای پیامبر خوندن، چون در اون یک غلوی بود در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر گفتن نخیر، این رو نگید، اون چیزی که قبلا می‌خواندید همون رو ادامه بدید. پس در آنچه که در دین اسلام جایز است، اناشید هست، در غزوه بدر، در ورود پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه، در خندق مثلا صحابه نشید می‌خواندن. نشید خواندن بدون موسیقی هیچ اشکالی ندارد. حالا جدیداً بعضی از آهاتی رو که بهش اضافه کردن که صداهایی است که توسط انسان‌ها میشه، به عنوان آهات معروف هست. در حالا ما هم استفاده میکنیم در مقدمه‌های بعضی از برنامه‌ها. این در حد اعتدالش اشکالی ندارد انشاءالله، گرچه اینم بعضی از علما میگن حتی اینم جایز نیست، اما به نظر من در حد اعتدال جایز است. اما از حد اعتدال بگذره و تشبیه بشه به موسیقی، حالا بعضی از این آهات باور کنید که انقدر زیبا آهات میزنن که دیگه از یک گروه موسیقی هم قشنگتر، مشاری راشد الافاسی مثلا استفاده میکنه از این چیزا. این دیگه خیلی غلو است، تقریبا شباهت به موسیقی داره. اما چه در عروسی‌ها، چه در محافل، چه در برنامه‌ها، به هیچ عنوان استفاده از آلات موسیقی خاصتا در بین خانم‌ها بجز دف جایز نیست. کسانی که فتوا دادن که آقا هنرمند بیارید و نمیدونم موسیقی بیارید اشکالی ندارد و روز عروسی است، من به اینها میگم که دیگه دین اسلام رو نیایید بر اسب هوا و هوس خودتان یا کسانی که پیرو شما هستن بخواید زیبا جلوه بدین. دین ما زیباست، بدون موسیقی هم زیباست. دین ما زیباست، بدون آواز خواندن و ترانه خواندن و اینها هم زیباست. دین زیبای اسلام رو با این فتاوایتون آلوده نکنید. بعضی از دعوتگران، بعضی از دوستان میگن که حالا مثلا شیخ فلانی فتوا داده، شیخ فلانی فتوا داده. همین شیخ فلانی که فتوا داده به خاطر بعضی از فتاوایشان امت در به در شدن. من الان نمیخوام ذکر اسم بکنم، اما یکی از این علمای معاصری که فتوای حلال بودن موسیقی رو داد، فتوای حلال بودن باز بودن صورت رو داد و فتوای حتی برداشتن حجاب برای دخترایی که در بعضی دانشگاه درس میخواند، همین عالم دین اومد فتوا داد که شیعیان برادران ما هستند. در ظرف 20 سال بعد از فتوای این 5 میلیون نفر در مصر شیعه شدن. آخرش بعد از 20 سال ایشون اومد گفت که نه خیر، من اشتباه کردم، علمای حجاز از من بیشتر میدانستن، من در این قضیه اشتباه کردم. خب این اشتباه شما به قیمت چی تمام شد؟ به قیمت این تمام شد که 5 میلیون جوان در مصر شیعه بشن و اینها برن وارد جهنم به خاطر فتاوای شما، به خاطر شرکیات و این مسائلی که انجام میدن، و تو در پیشگاه خداوند بگو که اشتباه کردم. بعد از اشتباهاتی نیست که انسان از سر اون بتونه به راحتی بگذره. الله متعال در قرآن کریم میگه که هم گناهان خودشان را برمیدارند، هم بار گناهان دیگران را. اینا کسایی هستن که سبب گمراهی مردم میشن. امروز مثلا ما بگیم که حالا آوردن هنرمند و موسیقی در یک عروسی جایز نیست. خب تو بابی رو برای فتنه باز کردی. فردا مثلا، حالا من نمیخوام از این خواننده‌ها اسم بگیرم، من به اینها میگم فاحشه ها، خواستن به این طبقه خواننده های زنی که در اروپا و آمریکا از فارسی زبان هاشون گرفته الی آخرهی، اینها فاحشه هایی هستن که ما اینها رو با این فتاوا آوردیم در عروسی های مردم و بار گناه این رو کی به دوش میکشه؟ همون مشایخی که فتوا دادن که آقا موسیقی اشکال نداره، موسیقی جایز است. موسیقی به کل انواعی که امروز وجود داره در جوامع و این خواندن هایی که هست، ترانه هایی که هست، به جمیع انواعی که با موسیقی خوانده میشه، سامی یوسف هست، ماهر زین است، همه اینها به هیچ وجه اینها شرعی نیست، جایز نیست و هر کسی که فتوا میده در این مورد این یک اشتباه بزرگ است. الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده و از سر تقصیراتشان بگذره. بعضیا میگن خب بابا امکان نداره، حالا چطور میشه مثلا این عروسی رو بدون موسیقی و بدون چیز؟ بابا جان، اجداد ما عروسیاشون بدون موسیقی بوده. خوشبخت‌ترین انسان‌های روز زمین بودن. همین بدبختی که امروز موسیقی میاره و دو تا خواننده میاره و گروه ترانه و موسیقی میاره در عروسیش، یک سال بعد ببینید که زندگیشون به جدایی و طلاق میکشه، یا یک زندگی نکبت و بدبخت و دربدری دارن. چرا؟ به خاطر اینکه شب اول
عروسی خودشان را که یک عبادت است با گناه شروع کردن. من یک مثال آوردم برای یک دوستی که خیلی اصرار داشت در عروسیش، میگفت که آقا باید در عروسی باید موسیقی باشه. گفتم ببین نظر چیه فردا صبح که میخواستی نماز صبح بخونی یک به اصطلاح چی میگی ضبط صوت یا یک تایپ یا یک چیز بلندگوی بزرگی رو کنار جانمازت بگذار، یک نواری هم توش بنداز، اون دیگه ساز بزنه، چارباغ بالا چارباغ پایین، تو هم دیگه بگو الله اکبر. مسخره نکنی، عبادت نماز. گفتم مگه این ازدواج عبادت نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم النکاح سنتی، نکاح سنت من است. من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کسی که استطاعتش داره ازدواج بکنه. ازدواج امر رسول الله است، ازدواج امر الله است. و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. تو شب اول عروسیت رو که باید با ذکر آغاز بکنی. ببینید ما در دین داریم با بسم الله آغاز بکنی، با سبحان الله آغاز بکنی، با دعا آغاز بکنی. دعایی که انگامی که انسان مثلا با همسرش در یک اتاق جمع میشه، دعایی که وقتی همبستر میشن، همین چیزها رو دین به ما یاد داده. در هیچ جاش نگفته که شما ساز بزنید. تو شب اول این عبادت بزرگ رو با یک معصیت بزرگ آغاز میکنی، بعد از اون میگی که والا در زندگی خوشبخت نیستیم. چطور میخوای در زندگی خوشبخت باشی؟ مثل میمونه کسی که یک روز روزه بگیره، انگام افطار به جای اینکه منتظر صدای اذان باشه، یک ضبط صوتی کنارش بگذاره، با موسیقی که شروع شد افطار بکنه. یا در حج به جایی که لبیک بگویید با موسیقی حج بکنید. همین چیزا عقل انسان جور در میاد. ازدواج یک عبادت است. تو عبادتت رو با معصیت آغاز میکنی، عبادت رو با موسیقی آغاز میکنن، عبادت رو با گناه بدتر از موسیقی که اختلاط بین زنها و مردها هستن. زن و مرد جمع میشن توی سالونی با هم میرقصن، هزار و یک فسق و فجور در کامل زینتش. زنها در اونجا هستن، مردهای بیگانه جلوشون رفت آمد میکنن. حالا در بعضی از مجالسی که دیگه تا مشروب و تا نمیدونم فلان و قمار و این چیزا هم هست، همین معصیت ها رو در شب اول زندگیش انجام میده. بعد از اون یک سال بعد که ازم جدا شدن، زندگیشون به گند کشیده شد، اختلاف پیدا کردن، استرس و قلق و نمیدونم هزار یک مشکلات پیدا کردن در زندگی، بعد مجبورن پیش ملا برن یا پیش روانشناس برن. چرا انسان باید زندگی خودش رو از شب اول اینطوری خراب بکنه؟ در تحریم موسیقی اگر نیاز بر این باشه که ما یک برنامه جدا بریم، یک برنامه کامل بریم، این کار من انشالله خواهم کرد، چون در این شبانه روز میبینید که این مسئله به سر زبان ها افتاده. بعضیا حالا فتاوایی دادن، اینا یک کمی جنجال هایی هم ایجاد شده. انشالله در این مورد یک برنامه خاصی خواهیم گذاشت در یک از برنامه‌های آن روز که در روز سه‌شنبه انشالله در مورد حکم موسیقی در اسلام، تحریم از نگاه قرآن کریم، نظر مفسرین، محدثین، احادیثی که در این مورد ذکر شده، اقوال فقها، همه اینا رو انشالله به شکل مفصل بیان میکنم. جالب این است که بعضیایی که خودشون رو حنفی میگن، حالا وقتی که در موقع فتوا دادن ما حنفی هستیم، از مذهب حنفی هم خارج نمیشیم. در مذهب حنفی گوش کردن به موسیقی کفر است. برید کتب احناف رو مراجعه بکنید. در مذهب حنفی شنیدن موسیقی کفر است. در اینجا باز حنفی نمیشه، در اینجا میشه لیبرال، سیکولار، به اصطلاح روشن فکری که من بهش میگم کوتاه فکر، سیاه فکر غربی. اما مثلا مذهب که شد، الا بالله که من از مذهب امام ابو حنیفه خارج نمیشم، دستشم از زیر نافشم پایین تر میگیره. به خاطر چی؟ من حنفی هستم. حنفی هستی از اول تا آخر حنفی باش. اینطوری نباش که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، به بعضی از کتاب ایمان دارید و بعضی کافر میشید. حنفی هستی، سوچه سالم حنفی باش از اول تا آخرش. حکم احناف، علمای احناف، حکم امام ابو حنیفه در مورد موسیقی رو هم قبول بکن، در مورد رفع الیدین و آمین به جهر هم قبول بکن. بعد از اون من میگم سلام علیک، تو بهترین حنفی و اصلا واقعی هستی. ما نباید که مد روز فتوا بدیم، به خاطر خوشی دل مردم فتوا بدیم، به خاطر اینکه بالا 4 نفر از ما خوششون بیاد و 4 تا لایک بیشتر بگیریم و 4 تا برامون برقصن و بخندن باید فتوا بدیم. نه، دین ما دین مبادی است، دین اصول است. ما به خاطر دینمون، به خاطر مبادی و اصولمون، به خاطر اساسات دینمون با هیچ کسی مجامله هم نداریم. میخواد کسی ناراحت بشه سرشو بزنه به دیوار، میخواد کسی خوشحال بشه جزاک الله خیر بهش میگیم. این در مورد موسیقی و انشالله قول میدم به شما که
در مورد این مسئله برنامه خاصی انشاءالله در آن روزی که خواهیم رفت. اینقدر موضوع زیاد است که همین تو ذهن من برای 2 ماه آینده برنامه در نظر گرفتم. الله المستعان. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. سلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشید، زنده باشید. ببخشید استاد مزاحم شما شدم. استاد یک سوال داشتم درباره مذاهب است، اگر برام پاسخ بدید. بفرمایید. استاد محترم بعض اختلافات است در مذاهب که مثلا مستحب است یا مثلا سنت است، اما بعض اختلافات است مثلا فرایض است. صدای من دارین؟ بله 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 بله. مثلا در غسل در مذهب احناف 3 چیز فرض درست است. شستن دهن است، شستن بینی است، شستن تمام بدن. درست. اما در مذهب شافعی فرق میکنه درست است که نیت است و شستن بدن است و سیمی شادم. خلاصه منظور سوال این است که اگر کسی مثلا حنفی باشه درست است، حنفی باشه 3 تا فرض انجام بده، شستن دهن، شستن بینیش و شستن تمام بدن. درست. آیا این غسلش درست میشه یا نمیشه؟ چون فرایضی که در مذهب شافعی است اون میمونه دیگه. ببینید در اینجا فقط فرق در اصطلاحات هست. یعنی وقتی که میگیم شستن تمام بدن، در این از فرق سر تا پنجه پا همه چیز شامل میشه. چطور امکان داره یک انسان مثلا بخواد از سر تا پای خودش رو بشوره، غسل بکنه و دهن و بینیشو مثلا نشوره؟ فرق در بعضی از اصطلاحات هست. متوجه هستید؟ یعنی فرق در این نیست که تو ترک یکی از ارکان غسل رو انسان ترک بکنه. متوجه شدید؟ اما آنچه در مسائل سنن و مستحبات و نوافل است، در اینجا کسی اگر ترک بکنه برای او چیز نیست. چون در قرآن کریم وقتی مسئله غسل که ذکر شده به تفصیل بیان نشده، مانند وضو به تفصیل بیان نشده، فقط این شده که وجودتان را بشورید. متوجه هستید؟ پس وقتی که یک عالمی فتوا میده که شستن تمام بدن، متوجه هستید؟ شستن تمام بدن واجب است، در این شستن تمام بدن طبیعتاً سر و صورت و دهن و بینی و همه اینها رو در بر میگیره. درست است، متوجه شدم. سلامت باشید برادر. دیگه استاد محترم یک سوال دیگه هم داشتم اگر بفرمایید. شما نمیشم. بفرمایید. درباره کسایی که مثلا سر مسائل دین استهزا میکنن یا ریشخندی میکنن، مثلا درباره ریش، بله. یک کسی میگه مثلا ریش شما اینجوری است یا مثلا ریش این قسمی است، مشابهت میتن به حیوانات یا به چیز دیگه، آیا اینو کافر گفته میشن یا نمیشن؟ کسی که در امور دین، شما اگر سوال دیگر ندارید قطع بکنید من جوابتون رو بدم. آره قطع میکنم. خداحافظ شما. ببینید الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به کسانی که استهزا میکنن به دین، به آیات الله سبحانه و تعالی، اصلا داستان رو یک کمی بریم قبل از نزول آیات. در یک غزوات بود، تعدادی از صحابه نشسته بودند در یک جایی و تعدادی از مشرکین هم که از منافقین هم که با آنها بودند در اون غزوه، چون منافقین در غزوات وقتی که شرکت میکردن، اولا شرکت نمیکردن در جهاد، ثانیا اگر شرکت هم میکردن هدفشون چی بود؟ جنگ اندازی، تفرقه اندازی، یک آشوب به پا کردن. خلاصه تعداد از اینا یک گوشه نشسته بودن و در جمع اینا 1-2 نفر از صحابه بود، مؤمنین بودن و منافقین. یکی از اینا اومد گفت والله ما در این جنگ ها بزدلتر از قاریان قرآن ندیدیم، وقت خوردن از همه پرخورترن
وقت جنگ کردن از همه بزدلترن، بقیه هم دیگه قاه قاه خندیدن. یکی از صحابه که اونجا نشسته بود بلند شد گفت والله میرم به پیامبر این حرفتون رو خبر میدم که شما همچین حرفی زدید. این از جاش بلند شد تا رفت به پیش پیامبر که وحی بر پیامبر نازل شده بود. فرمودن که آیا در مورد فلان و فلان داری میخوای چیزی بگی؟ گفت بله یا رسول الله، همچین حرفایی زدن. اینایی که این حرفا رو زده بودن ترسیدن، اومدن پیش پیامبر. پیامبر به اندازه‌ای ناراحت بودن که گفتن جمع کنید که میریم. سوار شدن، اسبشون رو یا شترشون رو سوار شدن و حرکت کردن. همه صحابه حیران ماندن، در این وقت پیامبر اینطوری حرکت نمی‌کرد، حداقل خبر میداد. همه دستپاچه شدن، حرکت کردن. پیامبر سوار مرکبشون یا شترشون یا اسبشون بودن که اینا رسیدن. گفتن یا رسول الله والله ما داشتیم شوخی میکردیم، داشتیم همینطوری داشتیم لطیفه میگفتیم، شوخی میکردیم، داشتیم میخندیدیم، یعنی جدی نبود، داشتیم شوخی میکردیم، والله ما جدی نبودیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جواب میدادن: ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آیا با الله و رسولش و آیاتش داشتید شوخی میکردید؟ معذرت خواهی نکنید که شما بعد از ایمانتان کافر شدید. ببین برادر عزیز، این مسئله خیلی مهم است و متاسفانه ملت ما، ملت افغانستان، تاجیکستان، ایران در این مسئله خیلی متساهل هستند، خیلی پیش پا افتاده با این موضوع برخورد میکنن. این از جمله یکی از نواقض اسلام است که انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه. کسی به قرآن مسخره بکنه، کسی به پیامبر مسخره بازی بکنه، کسی به کعبه مسخره بازی بکنه، کسی به عبادت هایی که در دین است، روزه، نماز، زکات، حج، به اینها مسخره بازی بکنه، کسی به عالم دین مسخره بازی بکنه، کسی به شریعت، احکام شریعت مسخره بازی بکنه، همه اینها انسان رو اتوماتیک از دایره اسلام خارج میکنه. اتوماتیک انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه. امروز در تاجیکستان افندی اومد، افندی رفت، افندی این کار کرد، افندی اون کار کرد. میدونید این افندی کیه؟ در زمان خلافت عثمانی به شیخ الاسلام میگفتن افندی. شیخ ابو سعود افندی یکی از شیخ الاسلام های بزرگ، به اصطلاح هم مفتی بود، یعنی بزرگترین مرجع دینی خلافت اسلامی. افندی یعنی جناب، افندی یعنی حضرت. امروز در تاجیکستان مثلا میگن حضرت ما از تاجیکستان به شما زنگ میزنیم، دوستان تاجیک اینطوری میگن. این حضرت در زبان ترکی بهش میگن افندی. هنوزم در ترکیه استفاده میشه. مثلا به یک ترکی به یک چیزی بگید میگه افندم، یعنی آقای من، سید من. افندی عموما به علما استفاده میشد. هنوزم مثلا شیخ حسن کلیچ افندی چند روز پیشتر فوت کرد، جماعت دینی است، در چیز رهبرشون بود. هنوزم به علمای دین در ترکیه بهشون میگن فلان افندی، حسن افندی، احمد افندی، محمود افندی. در زمان خلافت اسلامی به شخصیت‌های مهم دینی میگفتن افندی، به شیخ الاسلام میگفتن افندی. امروز در تاجیکستان همه فکایی ها، لطیفه ها، چیزایی که خنده‌داری که در بین تاجیک ها هست، افندی آمد، افندی این کار کرد، افندی اون کار کرد. این را از قصد دشمنان دین به سر زبانهای مردم انداختن تا تمسخر با دین صورت بگیره. یا در افغانستان مثلا یا در ایران می‌بینیم مولا نصرالدین آمد، مولا نصرالدین این کار کرد، زن مولا نصرالدین این کار کرد. این تمسخر با یک شخصیت دینی است. مولا نصرالدین ترا یک عالم دین بوده. امروز برای مردم یک انسان کمدی مثل مستر بین، یک چیز کمدی برای مردم درست شده. هدف چی بود؟ ملا را مسخره کردن. تمسخر با شعائر دین و هر آنچه مرتبط با شعائر دین هست، با قرآن است، با سنت است، انسان را مستقیما از کفر، از دایره اسلام به کفر وارد میکنه. الله سبحانه و تعالی در مورد این صفت اونها چی میگه؟
یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقین میترسند که مبادا سوره نازل شود که آنچه در دلهای آنهاست را آشکار بکند. قل استهزئوا، بگو مسخره بکنید. ان الله مخرج ما تحذرون. الله سبحانه و تعالی آنچه را که در دلهای شما پنهان هست او را آشکار میکنه. ولئن سألتم، اگر از اونا بپرسی برادر، مثلا میگی برادر این مسخره بازی رو نکن، این فکایی، این لطیفه‌ای که تو داری میگی این انسان رو از دین خارج میکنه، این کفر با آیات قرآن. مثل اون یکی که اومده بود و شمسی و ضحاها بعد میگفت آها. این مسخره، این رئیس یک حزب به ظاهر اسلامی در افغانستان تمسخر با آیات قرآن میکنن. و مثل این در بین مردم زیاد است امروز که 99% فکاهیایی که مردم میگن از آیات قرآن و از شیخ و ملا و ریش و عبا و قبا و عمامه و افندی و ملا و مولوی و این هاست. بعد لیقولون انما كنا نخوض و نلعب. اگر اونا بگیم که شو چی کار میکردید؟ انما كنا نخوض و نلعب. بابا ولمون کن، ما داریم چند لحظه میگیم میخندیم، چند لحظه میگیم میخندیم. منافقین هم اینو گفتن بابا ما یک چند لحظه میگیم میخندیم، بازی داریم میکنیم. قل ابی الله، بگو آیا با الله و آیاته و آیات الله و رسوله و پیامبر الله کنتم تستهزئون، داشتید تمسخر میکردید، فکایی میگفتید، مسخره بازی میکردید. لا تعتذروا، هرگز معذرت خواهی نکنید. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از این که ایمان آوردید کافر شدید. کسی که تا حالا این مسخره بازی و تمسخر با دین رو میکنه، همین الان بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، دوباره به اسلام وارد بشه، 2 رکعت نماز بخونه، از آنچه گذشته توبه بکنه. کفر از تمسخر با آیات الهی. میگن یکی از این صحابه که تو مجلس بود و چیزی نگفته بود، عکس العملی نشون نداده بود، این بلند شد آمد گفت یا رسول الله من که با اونا نبودم، من مؤمنم، من فلانم. دستشو به این پای رکاب مرکب رسول الله صلی الله علیه وسلم محکم گرفته بود، خودشو به زمین میکشید. میگن این پنجه های پاش به این خار و سنگ های بیابان میخورد، خون ازش جاری بود. میگفت یا رسول الله میدونید من که مؤمنم، من با این منافقین نبودم، من با اینا نیستم. پیامبر یک جواب بهش میداد، ابی الله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. و همچنین الله سبحانه و تعالی در آیه دیگری، من این رو خدمت شما بیان بکنم. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء برای ما آیه دیگری رو در اینجا بیان میکنه. اینجا خدمت شما بیان میکنم. در سوره نساء در آیه 140 الله سبحانه و تعالی الان به ما یک راهی رو نشان میده که مثلا ما در یک مجلسی بودیم، دیدیم یکی بلند شد گفت که والله دیروز یک ملای توی مسجدی رفته بود و خلاص یک آیه ای رو اینطوری خوند و بعد قا همه خندیدن. میتونی جلوشو بگیر، براش بیان بکن برادر این کاری که تو داری انجام میدی کفره. یا والله دیروز دیدم یک کسی ریشش 1 متر ریش داشت و فلان داشت، در ریشش اینطوری فلان، مسخره داره میکنه. برادر این کارت کفره، این کارو نکن. گوش نکردن، ادامه دادن. وظیفه تو چی است؟ در سوره نساء آیه 140 الله متعال برای ما بیان میکند و قد نزل علیکم فی الکتاب، برای شما نازل کردیم در کتاب، ان اذا سمعتم، اگر شنیدید، آیات الله یکفر بها، که به آیات الله سبحانه و تعالی کفر ورزیده میشد، و یستهزأ بها، یا با او تمسخر میشود، فلا تقعدوا معهم، با آنها ننشینید، در کنار آنها، در مجالس آنها نشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه حرفشون رو عوض کنن، موضوع رو عوض بکنن. انکم اذا مثلهم، اگر که نشستید بر نخواستید،
شما هم مانند آنها کافر هستید. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. الله متعال کافر و منافق رو، همه اینها رو در جهنم با هم دیگه جمع میکنه. چون تویی که حرفی نزدی، رد نکردی، از اون مجلس بلند نشدی، ترک نکردی، تو منافق شدی. منافق با اون کسی که این کار رو انجام میداد که کافر است، با کافر یک جا در جهنم حشر میشه. والا عروسی برادرم بود، مجلس پسرمون بود، نمیدونم با دوستال و چی جایی بودیم گیر کردیم، رفیقم بود. اینا عذر نمیشه پیش الله. فردا اگر که در پیشگاه الله متعال بگی والا باراللهش چطور من از اونجا بلند میشدم، 4 تا دوست و رفیقمون بود، خلاصه نشسته بودیم داشتیم شوخی میکردیم، جواب چه خواهد بود میدونید؟ ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، الله سعادت هر دو دنیا را نصیبتون کنه. سلامت باشید برادر عزیز و نصیب شما هم. یک چند سوال داشتم. من از تاجیکستان هستم. بفرمایید برادر عزیز تاجیک. آیا دختر را نام الف موندن در اسلام یگان جایز دارد؟ الف اسم ترکی است، اشکالی ندارد، یعنی از اسمهای ممنوع نیست. فهمه. سوال دوم حضرت درباره نماز جماعت، وقتی دو کس نماز میخوانند شخص مقتدی باید کمتر قفوتر از بر امام ایستاد، بله؟ نه خیر، برابر امام باید بیستد. اصل در سنت این است که وقتی 2 نفر با هم نماز جماعت میخوانند، الان به این شکل است که یکی یک کمی عقب‌تر وای میستد. نه خیر، در سنت پهلو در پهلو در کنار هم دیگه باید بیستد. وقتی شخص سیوم میخواد با اونو همراه شد و باید در بر شخص دوم بیستد یا نه خیر، شخص سوم وقتی که با شما همراه می شود باید به شانه شخصی که مقتدی است بزند، او باید یک قدم عقب برگردد و در صف دوم هر دوتایشان قرار بگیرند. در اینجا یک نکته رو من بگم که بعضی از دوستان در نمازهای جماعت و در مساجد در اینجا میرن به تنهایی میرن در صف وای میستن. مثلا یک صف کامل شده است، در صف دوم میرن به تنهایی میستن. این از سنت های محجور است که امروز مردم استفاده نمی کنن. این است که باید یک نفر رو از صف اول بکشید در کنار خودتان و 2 نفر بایستید، چون در حدیث از تنها ایستادن در صف منع شده است. اگر کسی بگوید که خب از صف اول که فضیلت دارد من را به صف دوم میکشاند، نه خیر، اون فضیلت صف اول برای اون طرف ثابت است، از فضیلتش کم نمی شود. اگر که در پشت سر جا نبود یا کسی دیگر رو امکان نداشت که چیز کند با خودش بگیرد، میتواند در طرف راست امام برود بایستد. بارک الله فیکم. زنده باشید، سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید. من گرچه تماس‌های عزیزان زیاد است، بعضی از سوالاتی که در کامنت ها دوستان نوشتن من دوست دارم بعضیشون رو جواب بدم. خدمت همه عزیزانی که در تاجیکستان و همه کشورها هستن عرض سلام و ادب دارم. الله متعال حفظتان بکند. بیننده پرسیدن که یک تعداد زیادی شیعه میگویند که کسی که بگوید لعنت به ابوبکر و عمر، آیا آنها را کافر بگوییم؟ بله، کسی که ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را تکفیر میکنن، امهات المؤمنین را تکفیر میکنن، اینها منکر قرآن هستند. کسی که منکر قرآن بود کافر است. ببینید الله سبحانه و تعالی میفرماید که محمد رسول الله، محمد رسول الله است، والذین معه اشداء علی الکفار، صفات اونا رو بیان میکنه. کسانی که با محمد صلی الله علیه و سلم هستند با کافران شدید هستند. رحماء بینهم، در بین خود مهربان هستند. تراهم رکعا سجدا، میبینید که در حالت نماز خواندن هستند، یعنی نماز خواندن یکی از صفاتشان است. یبتغون فضلا من الله، از الله سبحانه و تعالی فضل او را میخواهند، و رضوان و بهشت را میخواهند. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، چهره های اینها از اثر سجده ها نورانی هست.
ذلك مثلهم فی التورات، این مثل اونها در تورات است، و مثلهم فی الانجیل، و در انجیل است، کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، که مانند یک کشتکاری که زراعتی رو قشنگ آماده کرده و سیراب پرورش داده و بعد اینو به بازار آورده، همه میرن به به چه سبزی های چه میوه های خوشاب و رنگی، یعجب الزراع، که کشاورزا رو به تعجب وامی داره، لیغید بهم الکفار، تا این که به اصطلاح کوفت دل کفار رو در بیاره، به اصطلاح عامیانه، تا که دل این کفار بتره که از اینکه همچین انسانهایی رو که سیمایشان نشان دهنده ایمان و تقوا و پرهیزگاری و تعریف اینها در تورات و انجیل هم آمده است که اینها یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. الله سبحانه و تعالی از اونها که عمل ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن به اونها مغفرت و پاداش بزرگی رو در نظر گرفته است. الان کیها هستن که وقتی که اصحاب پیامبر رو میبینن دلشون داره از بغض و کینه و عداوت میترکه؟ در این آیه میگه لیغید بهم الکفار، کسی که کینه و بغض و عداوت نسبت به یاران رسول الله دارد، این انسان کافر است، چون تنها کفار هستند که به یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بغض و عداوت و کینه دارند. ثانیاً الله سبحانه و تعالی تعریف میکنه للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانه و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. انسانهای صادقین کیا بودن؟ مهاجرینی که از مکه هجرت کردن برای الله سبحانه و تعالی، برای رسیدن به بهشت هجرت کردن. کیا بودن که هجرت کردن؟ کلینی و مجلسی و خامنه‌ای و خمینی و این 4 تا آخوند بشکه‌ای قم و نجف بودن که هجرت کردن؟ ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و علی و سعد و سعید و اینا بودن که هجرت کردن. عایشه و حفصه و ام حبیبه و اینا بودن که هجرت کردن. همینایی که شیعه به اونها فوش و لعن و تهمت میزنن، همونا بودن که هجرت کردن. للفقراء المهاجرین اولئک هم الصادقون. الله متعال میگه اینا صادقین هستن، شیعه میگه نه اینا کافرین هستن. گپ خدا رو قبول میکنی یا گپ شیعه رو قبول میکنی؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. کسانی که در مدینه بودن، یعنی انصار، که اینها به اصطلاح اولین پناهگاه ایمان رو برای مهاجرین در آنجا ساختن، کسانی رو که به اونها هجرت کردن دوست داشتن، در دلشان نسبت به اونها کینه و بغض و عداوت و حسدی نداشتن، اونها رو بر نفس خودشان ترجیح میدادن. مثلا اگر 2 تا خونه داشتن یکشو به مهاجرین دادن، اگه 2 تا باغ داشت یک باغشو به مهاجرین داد، اگه 2 تا شتر داشت یکشو به مهاجر داد، اگه 2 تا مثلا فرش داشت یکشو به مهاجر داد. فاولئک هم المفلحون، اینها رستگاران هستند. الله متعال میگه که مهاجرین و انصار کیا هستن؟ صادقین هستن، مفلحین هستن. شیعه میگه منافقین هستن، کفار هستن. من گپ خدا رو قبول کنم یا گپ شیعه رو قبول بکنم؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در آیات متعددی السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعهم بالاحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، کسانی از مهاجرین و انصار و کسانی که از آنها پیروی کردند، الله متعال از آنها راضی شد. چی میگه؟ الله از اونها اول راضی شد، بعدن دوباره ناراضی شد. عقل که در بدن نباشد میگن جان در عذاب است. شیعه گرفتار همین گمراهی شدن. یعنی این تهمت است به الله متعال، انگار الله نمیدانست که در دلهای اونها چی است. سبحان الله. در آیه دیگری الله متعال جواب دندان شکن اینها رو چگونه میده؟ لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله متعال از مؤمنین راضی شد. مؤمنین کیا بودن در پیامبر در حدیبیه بیعت کردن که این آیه نازل شد؟ کیا بودن؟ مهاجرین و انصار بودن. عمر بود، عثمان بود، طلحه بود، زبیر بود، ابوبکر بود، سعد بود، سعید بود، علی بود.
ثانیاً بیعتی که در اینجا بیعت رضوان، لقد راضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، این بیعت رضوان یا بیعت شجره بهش میگن. به خاطر چی شد میدونید؟ عثمان رضی الله تعالی عنه رو، پیامبر دامادشون رو، برای گفتگو با قریش فرستاد. خبر رسید که قریش عثمان رو کشتن. پیامبر به خاطر خونخواهی عثمان رضی الله تعالی عنه با همه صحابه‌ای که در اونجا بودن بیعت میکنن که تا دم مرگ با کفار می جنگیم، که به نام بیعت رضوان یا بیعت شجره معروف است. در ادامه الله متعال چی میگه؟ فعلم ما فی قلوبهم، الله دانست از آن چه در قلب‌های آنها بود. الله میدونست که اونها صادقن. اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله سبحانه و تعالی عنها راضی است. رضایت الله صفت قدیم الله متعال است. امکان نداره الله کسی دیروز راضی باشه امروز ناراضی باشه. پس هر کسی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را کافر بدانه، منافق بدانه، این انسان اتوماتیک از دایره اسلام خارج میشه، کائن من کان، و هیچ عذری و هیچ دلیلی و هیچ فتوایی هم به دردش نمیخوره. بیننده دیگری نوشته آیا مردم فلسطین برادران و خواهران ما نیستن که شما سکوت اختیار کردین؟ سبحان الله. دوستان عزیز اگر لطف کنن همین لینک بخش فلسطین ما رو بگذارن در زیر کامنت ها. تا بعضی از دوستان، آقای جمشید نوشته مردم فلسطین برادران خواهران ما نیستن. ما 10 برنامه داشتیم در مورد فلسطین، حتی همین سه‌شنبه گذشته در مورد فلسطین صحبت کردیم و در هر سه‌شنبه در آن روزی که در مورد فلسطین صحبت میکنیم. و جمشید جان خاطر جمع باشه، فلسطین سرزمین مسلمان هاست، سرزمین اهل سنت هست. فلسطین رو عمر فتح کرده، عمر رضی الله تعالی عنه. فلسطین رو صلاح الدین ایوبی فتح کرده. برای فلسطین مسلمان ها خون دادن، جان دادن، اهل سنت. هیچ شیعه‌ای برای فلسطین خون نداده، جان نداده و تا روز قیامت هم نخواهند داد. و ان شاء الله به یاری الله متعال اهل سنت فلسطین را آزاد خواهند کرد. امروز اهل سنت دارن در اونجا دفاع میکنن، جان میدن. امروز اگر ما نمیتوانیم، اگر ما خار هستیم، ذلیل هستیم، من در یکی از برنامه‌ها گفتم هیچ کس هیچ عذری در مورد فلسطین نداره، از من گرفته تا رئیس جمهورها و حاکمین و پادشاه‌های مسلمان در سراسر دنیا. هیچ کس هیچ عذری نداره امروز در مورد فلسطین. امروز فلسطین آزمایشگاه ایمان و کفر است برای همه ما. آیا در تاجیکستان گل‌های گلپوچه با شجاعت، کاوش و این خرافاتی است که متاسفانه در ادبیات بعضی از کشورها وجود داره، در تاجیکستان و در افغانستان اینها هم هست، اینها هیچ حقیقتی ندارد. کسی نوشته که زن بی‌حجاب بهتر است از کسی که ریش خود را در راه دعوت صرف کرده باشد. میخوام عادلانه فکر کنید و عادلانه صحبت کنید. یعنی چی؟ زنی بی‌حجاب بهتر از کسی که عمر خود را در راه دعوت صرف کرده باشد؟ بیچاره نمیدونم چی زده، حتما چیز است تقلبی بوده چیزی که استفاده کردی ساشای عزیز. چیز تقلبی که از گاهی اوقات همینطوری عربده میکشن بعضی. آیا ریش واجب است؟ اما صدها بار در نامیدی مسانات شنیش گفته است. اما استاد وایس معروف است یک بار. ببینید ریش، بله ریش حکم ریش واجب است، در حالی که ریش سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اما حکمش واجب است، در حد واجب است و کسی که ریشش رو میتراشه یکی از گناههای کبیره رو مرتکب شده. کافر نیست، منافق نیست، اما گناه کبیر است. امیدوارم الله سبحانه و تعالی به همه مسلمان ها توفیق بده که پیرو قرآن و سنت باشن.
من گاهی اوقات متاسفانه دوستان ما در کامنت ها به جان هم میفتن. من سعی میکنم سوالاتی رو که در لابلای این کامنت ها از پاسخ بدم. بله، امیدوار هستم دوستان عزیز این جایی که به اصطلاح باید موضوعات برنامه در اونجا بحث و گفتگو بشه، دوستان به مکانی برای عقده‌گشایی شخصی استفاده نکنن، به هم دیگه توهین نبکنید. کسانی که مسلمان هستن، کسانی که خودشون مسلمان میگن، این از اخلاق یک مسلمان به دور است که توهین بکنه، اهانت بکنه. کسانی که مسلمان نیستن، حالا دین انسانیت رو میپرستن یا هر دین دیگری رو دارن، فکر نکنم در همون دین هم جایز باشه که کس به کسی توهین بکنه یا اهانت بکنه. یکی از برادران نوشته بود که ما چطور میتونیم در این برنامه ها و در این صحبتایی که شما میکنید با شما کمک بکنیم. برادر عزیز، بزرگترین کمک به ما این است که این صحبت هایی که میشه، این برنامه هایی که باور کنید دوستانی هستن بدون در نظر داشت $1 حقوق یا پول یا مادیات این برنامه را میشینن، آماده میکنن، ادیت میکنن، تبدیل به کلیپ میکنن، نیمه شب، صبح، هر موقعی که فرصت کردن نشر میکنن. باور کنید من اگر کامنت هایی رو که برای ما میگذارن من عکس بگیرم، باور به خدا بکنید که خجالت میکشم نشرش بکنم. خجالت میکشم که اینجا بیام به شما نشون بدم که چی چیزایی مینویسن. فحش های ناموسی، توهین ها، اهانت ها، همه اینا رو به جان میخریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر روزانه میلیارد فحش هم به ما بدن، باور بکنید به اندازه رنجی که رسول محبوب من صلی الله علیه و سلم در راه دین کشیده نمیشه، به اندازه یک لحظه عذابی که پیامبر در طائف کشیدن نمیشه. پیامبر نازنینی که در راه دین قبل از بعثت بهش میگفتن محمد امین، بعد از بعثت گفتن محمد دروغگو، گفتن نمیدونم جادوگر، گفتن دیوانه، گفتن شاعر. به یکی از دوستان میگفتم که ما در راه دین چی کشیدیم. به همسر پیامبر تهمت زنا زدن، به محبوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم. تا هنوز کسی به همسر ما این تهمت را نزده. به همسر رسول الله صلی الله علیه وسلم تهمت زنا زدن. در جنگ احد سر و صورت پیامبر زخمی شد، خون از بدن مبارکش جاری شد. در طائف برای دعوت رفته بود. چی میگفت؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. چیکار کردن؟ انقدر بازتنگ زدن که همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم، فکر کنم زید ابن حارثه بود، میگه که کفش های پیامبر پر از خون شد. این رسول محبوب صلی الله علیه وسلم چه مصائبی رو در راه دین کشیدن. بلال چه مصائبی رو در راه دین کشیده. عمار، سمیه، یاسر، حنظله و دهها و صدها هزارها صحابه و تابعی دیگر. ما که چیزی نکشیدیم در راه دین. بهترین راه دعوت و بهترین کمک به ما این است که همین ویدیوهایی رو که شما میبینید، برنامه‌هایی رو که میبینید، به اشتراک بگذارید، در گروه‌های مختلف نشر بکنید، برای دوستانتان بفرستید. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بلغوا عنی ولو آیه. اگر شده از من یک آیه‌ای رو هم شده برای مردم برسانید. امروز اگر نمیتوانی، اگر به اون اندازه علم نداری، بیان نداری، همین یوتیوب هایی که هست، سایت هایی که هست، صفحاتی که هست، کانال هایی که هست از علما و دعوتگران رو بگیر، لینکشو در یک گروه بگذار، در یک گروه واتساپی که مثلا طرف نمیاد، خجالت نمیکشه از این که مثلا در اونجا موسیقی بگذاره، کلیپ بگذاره، فیلم بگذاره. اما ببینید مسلمان خجالت میکشه در اونجا یک مطلب دینی بگذاره. این ضعف است. بلکه مسلمان باید عزیز باشه.
مسلمان باید با عزت باشه. ما با دینمون باید افتخار بکنیم، نه اینکه خجالت بکشیم از اینکه یک مطلب دینی رو در یک گروه واتساپ مثلا بگذاریم. طرف میاد 100 تا فسق و فجور رو در اونجا میگذارن، همه میگن میخندن، تو خجالت میکشی از اینکه یک کلیپ اسلامی بگذاری؟ در اون گروهی که 800 نفر هست، 900 نفر هست، تو یک برنامه رو، یک کلیپی رو میگذاری، یک نفر گوش کنه هدایت بشه، تو میدونی چه یک نعمت بزرگیه برای تو؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر که به دست تو الله متعال یک کسی رو هدایت بکنه، برای تو از همه شتران سرخمو هم بهتر است. یعنی برای تو از همه امکاناتی که در دنیا هست بهتر است. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله متعال این کوچولوی نازنین رو حفظ کنه برایتان. بفرمایید. میبخشید صدای طفل آمد. من حمیدالله هستم از کشور آلمان، براتون زنگ زدیم. حمیدالله برادر سوال عزیز. داشتم من پیش شما. یک سوالم این بود که نماز میخوانم در جای کارم، باز در یک شرکت یا فابریکه هستم، نماز میخوانم و فقط معموق وقت دارم که فرض خود بخوانم، باز برای سنت وقت نمیمانه. اگه سنت من نخوانم پس باید سنت خود ادا کنم. یک سوالم این است و دومیش این است که من مثال برای نماز دیگر وضو میکنم و پای خود هم میشویم، باز تا نماز شام وضوی ما به هر مشکلی وضوی ما میشکنه، باز ما در وضویی که برای نماز شام بخوایم بگیرم باید پای خود بشویم یا به سر جوراب خود مسکش کنم میشه؟ بله، در مورد این که سنت غیر از سنت صبح که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی تاکید کردن که حتی باید قضایی هم خوانده شود، بقیه سنت ها رو اگر که بس به خاطر اجباری ترک میکنید قضایی ندارد، یعنی نماز سنت قضایی ندارد. این از این. در مورد وضو شما بالای جورابی که ولو اینکه نازک باشد طبق مذهب حنبلی، شافعی، مالکی و جمهور علما می توانید مس بکنید، اشکالی ندارد. تشکرم و میپرسیدم از شما. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. خیر باشید. خدا تشکر از این برادر عزیز. بیننده عزیزمون از افغانستان بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید یک سوالی داشتم. بفرمایید. استاد گرامی با معذرت یک سوال داشتم. سوال ما است که مثلا شخصی از کسی مثلا یک مقدار پول ازش قرضدار است، اون شخص مثلا با تکلیف میکنه که پول مرا نه که پولش هم مثلا به مدتی زودتر برش پیدا بکنه بته، اما اگر امرایش تفاهم بکنه که یک مقدار پول تا فعلا برات میتونم یک مقدارش تا وقتی که چیزی به دست میآید، چیزی که درآمد دارم از امو درآمدم کم کم برات فایده شه برات میتونم، چون پولش به حساب فایده گرفتگی است. میگه که پول تا به حساب فایده کم کم برات میتونم باقیش هر وقتی که پول زیاد در دست ما آمد برات میتونم. آیا این جواز داره یا نه خیر؟ اصلا پولی که گرفته برای قرض گرفته یا به حساب سود گرفته؟ به حساب سود، به حساب فایده، مثلا نوع فایده شریک تگیست به حساب مضاربت، اما پول از پیشش گم شده. مثلا از پولش قرضدار است. درست. بله، یعنی اگر به شکل مضاربه و به صورت شراکت شرعی پول داده و طرف ضرر کرده یا به هر شکلی بوده پول از پیشش گم شده و به عهده گرفته که این پول رو دوباره برگردانه، گفته که نصف پول تو رو میدم، نصف باقی خودشو کار میکنم، تجارت میکنم، از سودی که از کار و تجارتم به دست میارم برای تو میدهم، هیچ اشکالی ندارد. هیچ مشکلی ندارد. تازه
کسی که به اصطلاح این پول رو داده و صبر میکند به خاطر اینکه این طرف مثلا به صورت قسطی پولش را میدهد، اجر و پاداش هم میبرد. تشکر از شما. تشکر از این بیننده عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. استاد یک سوال داشتم درباره این که اگر مثلا ما در یک عروسی بریم، در عروسیش اونا موسیقی آورده باشن، این حلاله یا نه؟ درست باشه، در این مورد هم صحبت میکنم. یه دونه مثلا اگر خیلی نزدیک باشه بهمون، مثلا طرف بالسی پسر خالمه، پسر مامای منه، مثلا پسر کاکامه، این جایز است یا نه؟ باشه چشم، در این مورد هم صحبت میکنم. خیلی خوشحال شدم صحبت کردیم باشتم. ممنون. زنده باشید، سلام داشت. الله متعال کنه. خدا نگهدار شما. خدا. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما میگن که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی که از شما اگر منکری رو دید، کار اشتباهی رو دید، مثلا موسیقی است، اختلاط زن و مرد است در یک جایی، شراب هست، یعنی قمار هست یا قمار به اصطلاح در ایران که میگن، چیکار باید بکنه؟ من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی که اگر شما منکری رو میبینه، جای قدرت داری، استطاعت داری، مثلا زیر دستان تو است، عروسی پسرت هست، برادر کوچکت هست، دخترت، یکی از اعضای خانواده که مثلا حرف شنوی دارن از تو، میتونی این منکر رو با دست خودت تغییر بدی، بعد بری جلوشو بگیری. به طور مثال کسی میره توی عروسی، در اونجا میبینه که مثلا موسیقی است. عروسی کیه؟ برادر کوچیکش. میگه یا این موسیقی رو میبندی یا که من بلند میشم، مثلا زن و بچه هم ور میدارم، پدر و مادرم ور میدارم، میرم از عروسی. طرف مجبور میشه که حرف برادر بزرگش رو گوش بکنه. اینجا جایی است که تغییر بالید است، چون شما قدرت داری. حاکم تغییر بالید میتونه انجام بده، امام مسجد، کلانتر منطقه، یا مثلا پلیس، امر به معروف، علما، کسایی که سلطه دارن در یک جایی میتونن با دست، شما در خونه خودتون مثلا با دست میتونید یک منکری رو، مثلا داره تلویزیون روشنه، داره مثلا رقص نگاه میکنه، برادر خواهر کوچیکت مثلا، شما میید ریموت دستش رو میگیری، خاموش میکنید، چیه دارید نگاه میکنید؟ این تغییر بالید است. فمن لم یستطع فبلسانه. اگر کسی نمیتونه این کار رو بکنه، پس با زبان خودش بلند بشه در مجلسی که در اونجا بگه یا ایها الناس، برادران، خواهران گرامی، این کاری که شما دارید انجام میدید این منکر است، این حرام است، این جایز نیست. بعد از اون گوش کردن، گوش نکردن، شما وظیفت رو انجام دادی، بلند میشی میری. فمن لم یستطع، اگر این کار هم نمیتوانی انجام بدهی، فبقلبه. کسی اگر این حدم نمیتواند انجام بدهد، با قلبش، در قلبش که والا چه کار بدی دارن اینو انجام میدن. جالب است رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که نتونه با دستش تغییر بده، نتونه با زبانش نصیحت بکنه مردم رو، تنها با قلبش اون رو بد ببینه، به اندازه یک مثقال خردلی هم از ایمان میگن در قلبش نیست. سبحان الله. امروز در بین امت ما چند نفری رو سراغ داریم که بتونه در یک عروسی بزرگ یا در یک محفلی یا در یک رستورانی یا در یک جای عمومی بلند شه با زبان خود، که این وظیفه هر مسلمانی است که این کارو بکنه، امر به معروف و نهی از منکر بکنه. چند تا میتونید پیدا بکنید؟ من شیخم و استادم جناب شیخ صالح درویش، الله متعال حفظش بکنه، قاضی استئناف در سابق در دادگاه مکه، مدتی در رکاب ایشون بودم. در یک سفری وارد در رستورانی، شما تصور کنید مثلا بگید در بن، در لندن، در استانبول، در پایتخت‌های کشورهای اروپایی، در یک رستوران مثلا 5 ستاره شما رفتید اونجا غذا بخورید، 4 طرفتون هم پر از فسق و فجور و همه چیز است و در اونجا شما بلند شید نصیحت بکنید.
باور به خدا بکنید رستوران رفتم باش، از گارسون گرفته تا مدیر رستوران رو نصیحت کرد. هتل لوکس 5 ستاره‌ای که در اونجا به سطح بین‌المللی یعنی کارمنداش کار میکنن، شما میدونید که دیگه هر حرفشون حساب شده است. شروع کرد با اون دخترایی که به اصطلاح در رسپشن بودن، مرد پیره، یعنی عمرش شاید از 75 80 هم شاید بیشتر باشه، اما ماشاءالله شروع کرد اونا رو نصیحت کردن. دخترم با انگلیسی شکسته بسته، من باش کمک میکردم، ترجمه میکردم بعضی چیزا رو که متوجه نمیشد. شروع کرد به اونا که حجاب بکنید، حجاب خوب است، فلان است، شما مسلمانید، فلانید، این در مورد فضایل اسلام، حجاب، اخلاق، این چیزا. باور بکنید ما میترسیم نه این کارا رو بکنیم، اگه بریم اینجا والله من از رستوران بیرون میکنن. باور به خدا بکنید من عزت دین رو، عزت اسلام رو دیدم با این انسان، الله متعال حفظش کنه. در اون رستورانی که این گارسون رو نصیحت کرد، بعد گفت که مدیر رستوران، شیف رستوران اومد اون رو نصیحت کرد. باور میکنید طرف دستش رو سینه است، اوکی، با احترام، چشم در خدمتم، چشم آقا، چشم، حتما. بعد از این که غذامون تموم شد، میدونید چی گفت؟ مدیر رستوران اومد گفت به خاطر شما یک میز خاصی براتون آماده شده که در اونجا من از طرف رستوران برای شما چای، قهوه و میوه تقدیم میکنم، مهمان ما باشید. سبحان الله، هر جایی که رفته به خدا قسم مراجعه دکتر باش رفتم، شروع کرد دکتر رو نصیحت کردن، در مورد فضایل اسلام و چین صحبت کرد. این دکتر مونده بود، باور به خدا کنید نیم ساعت وقت داده بود دکتر به خاطر یک معاینه به اصطلاح چیز عادی. حدود 1.5 ساعت نرس می اومد میگفت که بیمار دیگه منتظر، میگفت یک کمی صبر بکنه من کار دارم. 1.5 ساعت این دکتر به صحبت‌های این گوش داد. من عزت دین رو با این شخص دیدم. ما میترسیم، خجالت میکشیم تو اتوبوس کسی رو نصیحت بکنیم، تو مترو کسی رو نصیحت بکنیم، تو پارک کسی رو نصیحت بکنیم. رفتیم تو پارک، مردم همه یکی موسیقی هست، یکی گرفتاری، هر کسی گرفتاری هست. گفت که نماز میخونیم، با صدای بلند اذان داد، با صدای بلند قرآن تلاوت کرد. یک موقعی نماز تموم شد، پشت سرمون نگاه کردیم، باور کنید 5 برابر ما مردها پشت ما داشتن در صفهای چند صفحه دیگه داشتن نماز میخوندن. ما برادر عزیز میترسیم از نشر دین، اصلا خجالت میکشیم دینمون رو تبلیغ بکنیم، خجالت میکشیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. والا به خاطر چی؟ که آقای فلانی ناراحت نشه، برادرمون ناراحت نشه، پدرمون ناراحت نشه، نمیدونم پسرعمو، پسر دایی، دختر خاله، پسر خاله ناراحت نشه. نه، دین من خط قرمز من هست، مبادی من خط قرمز من هست، اصول و ثوابتی که من بهش ایمان دارم خط قرمز من هست. کائن من کان، من یک منکری رو در عروسی عزیزترین شخص، که یعنی شما وقتی میگم عزیزترین شخص تصور کنید که کی است، در عروسی عزیزترین شخص خودم از خانواده خودم یک منکر کوچیکی رو دیدم، زن و بچه‌م رو برداشتم رفتم خونه. اول رفتم گفتم که این چیزو بردارید، این چیه؟ گوش نکردن، زن و بچه‌م رو برداشتم رفتم خونه. زنگ زدن، عذر کردن، زاری کردن، فلان، بعد غلط کردیم فلان. نه، دین من خط قرمز من هست. هیچ وقت در زندگی از مبادی و اصولتون تنازل نکنید اگر میخواهید مردم بهتون احترام بگذارن. هیچ وقت به خاطر پول، به خاطر منصب، به خاطر قوم، به خاطر خویش. برادر عزیز، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، آره اینکه منکرات عروسی اون چیزا که مسائل گناه هاست، که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ ها پسر در مقابل پدر شمشیر کشیده، پدر در مقابل پسر شمشیر کشیده. دین من خط قرمز من هست. هر کسی میخواد باشد، پدر از قومش، خیس از قبیله است. الله متعال این خط قرمزها رو، من مثلا
استهزا رو و آیه 140 سوره نساء رو برای شما بیان کردم، این است که وقتی ما در یک مجلسی، در یک جایی که منکری در اونجا صورت میگیره، میتوانیم نصیحت بکنیم، نمیتوانیم ترک بکنیم. حداقلش این است که ترک بکنیم. به طور مثال ما یک مجموعه از دوستان شرط گذاشتیم، شرط برای خودمون، در عروسی که موسیقی باشه نمیریم. والله بالله تالله در ظرف 10 سال در شهری که زندگی میکردیم در هر عروسی که میرفتیم موسیقی نبود. بعد از کافی است که همت بکنید، کافی است که 4 تا جوان مسلمان در یک منطقه جمع بشن. ببینید در عروسی میری اونجا موسیقی است، داره میلرزانه همه جا رو. بعد ملا صاحب با این قدریش، فضیلت الشیخ العلامه با ریش و عبا و قباش اونجا نشستن میگن و میخندن. اگر اینا شرکت نکنند، من و تو شرکت نکنیم، اون کسی که میخواد موسیقی در عروسیش بگذاره، منکرات در عروسیش بگذاره، به خاطر گل روی من و تو نمیگذاره. کافی است که همت بکنیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام شما مسئولید، هر کدام شما در قبال زیر دستان خودتون پاسخگو هستید. ترک بکنید. مجالسی که در اون منکرات هست، در اون گناه هست، معصیت هست، ترک بکنید. باور به خدا بکنید 10 سال زحمت کشیدیم در یک شهری که شاید چیزی در حدود 2-3 میلیون جمعیت داشت. بعد از اینکه نبودن موسیقی در یک عروسی عیب بود، بعد از 10 سال موسیقی در عروسی عیب بود. یعنی کسی اگر موسیقی پخش میکرد مردم همه بد نگاش میکردن. یعنی الا افراد فاسق و فاجر کسی دیگری در عروسیش موسیقی پخش نمیکرد. اما کار آسان نبود. میرفتیم با داماد صحبت میکردیم، با خانواده عروس صحبت میکردیم، شب عروسی این عبادت نکاح سنت عروسی امر الله و رسول، با معصیت آغازش نکنید. از 10 تا داماد 5 تاش پاسخ مثبت میداد، 5 تا دیگرش اصلا بهمون محل نمیگذاشت. نه اینکه ما محتاج کسی بودیم. باور کنید من تجارتی داشتم که مثل اون دامادها 10 تاش، یعنی همه دفتر میومد باید موعد میگرفت، اپایمنت میگرفت تا با من ملاقات بکنه. اما رفتیم به خاطر دینمون این سختی ها و مشکلات را متحمل شدیم. باور میکنید من چند روز پیش به یکی از دوستان گفتم، تعجب کرد. ما در عروسی رفتیم، در اونجا برنامه اسلامی گذاشتیم. ما این عروسی اسلامی در جنوب ایران مد شد و در خیلی از جاها مد شد. ما این رو تقریبا در سال 2000 شروع کرده بودیم، 2001 شروع کردیم. در یکی از عروسی‌ها ما برنامه گذاشتیم، مسابقه گذاشتیم برای چیز. میدونید در پشت پنجره آوردن از این بلندگوهای بزرگ موسیقی هندی مست تا آخرش روشن کردن. صبر کردیم، تحمل کردیم. والله فوش بهمون دادن. وقتی که داشتیم مثلا میرفتیم از بین جمعیت، فوش هم بهمون دادن. مولای فلان شده، شب عروسی ما رو میزنن، خراب میکنن، نمیذارن ما اینجا بگیم بخندیم فلان کنیم. اما شد جامعه اصلاح شد. فرهنگسازی نیاز به صبر داره، نیاز به سعی داره، تلاش داره، نیاز به قربانی داره. لا تجد قوما يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم و ابناءهم و عشر. الله سبحانه و تعالی این آیه رو برای چی بیان میکنه؟ یعنی شما میگه قومی رو پیدا نمی کنی که دوستی بکنه با کسانی که با الله و رسولش دشمنی دارن، ولو که پدرش باشه، ولو که قومش باشه، ولو که قبیلش باشه، ولو که نژادش باشه، ولو که ملتش باشه. پس اینا رو ما باید یک دفعه نمیشه. انسان باید سعی بکنه، تلاش بکنه. راه دعوت سخت است، آسان نیست. برادر عزیز، وقتی شما در راه دعوت قدم برمیداری، همه چیز رو باید به جارت بخری، همه چیز رو باید تحمل بکنی. باید مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم باشی در صبر و تحمل. از در خونه خارج میشه پیامبر، میبینه که آشغال و خاکستر و نمیدونم خس و خاشاک همه چی پشت در پیامبر انداختن.
البته این حکایت قبل از هجرت است. بعد از هجرت کسی جرأت نداشت این کارا رو بکنه. این پیامبر ببین از در رو باز میکنه. حالا امروز مثلا ما از خونه خارج بشیم، خدا نکنه همسایه‌مون تو آپارتمان یا تو جایی که زندگی میکنیم مثلا سطل آشغالش رو اشتباهاً مثلا چند دقیقه قبل بیرون گذاشته باشه، اعصابمون خورد میشه، صد تا شکایت میکنیم از دستش. این پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و آله و سلم در رو باز میکنه، با این چیزا روبرو میشه. میدونی چی میگه؟ اکذا یکرم الجار یا بنی عبدمناف. ای بنی عبدمناف، یعنی ببینید حکمت رو ببینید. بنی عبدمناف نمیگفت که ای زن ابو جهل، ای زن ابو لهب، نمیگفت ای بنی هاشم، میگفت یا بنی عبدمناف، یعنی اون جد اعلایشون رو که جد اعلای قریش رو که همه دوستش داشتن، همه خودشون رو منسوب به اون میدونستن، همه تکریمش میکردن، اینا رو اینگونه صدا زد ای بنی عبدمناف. اینگونه شما همسایه داری میکنید؟ سبحان الله. پس آسان نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند میشه به مردم میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، آیات قرآن رو میخونه، نصیحت میکنه. از اون طرف ابولهب میگه به این گوش ندید، این جادوگره، این دیوونه است، این مغزش خرابه، این فلانه، این دروغگوه. از اون ور 4 تا جوانای قریش رو میفرستاد، امیه ابن خلف و شیبه و ربیعه و عتبه، داد و بیداد. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، در مورد همین نازل شده. داد و بیداد را مینداختن که صدای پیامبر به کسی نرسه. همه اینا رو تحمل کرد. و ما هم باید تحمل بکنیم به خاطر رساندن این دین، به خاطر تبلیغ و نشر فضائل در یک جامعه باید همه این سختی ها رو به جان بخریم. اما این امکان نداره که هم شهید بشیم و هم غازی، هم غنیمت بگیریم و هم صحیح سلامت خونه برگردیم و هم قسطنطنیه آزاد بشه. این محال است. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نداء الحق صوت قد شجاني